خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی خوشحالم و مباهیم و مبتهجم که مجددا فرصتی پیش اومد که در خدمت شما رفقای عزیزم باشیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کام باشد ان شاء الله. با پاسخنامه ویدئویی مجموعه تمرینات الگویابی اشکال تیپ 1 خدمت شما رفقای عزیزم هستیم. همونطور که میدونید فصل الگویابی اشکال فصل 2 هوش تصویری ما به 4 قسمت تقسیم میشه: تیپ 1، تیپ 2، تیپ 3، تیپ 4 که مفصل تو کلاس راجعش صحبت کردیم. دیگه اینجا مقدمات رو نمیگیم، توضیحات رو نمیگیم، فقط بحث مجموعه تمریناته، یعنی فقط بحث تست هایی که به عنوان مجموعه تمرینات در اختیار شما قرار گرفته قرار هست که اونها رو بررسی بکنیم و ببینیم که ماجرا از چه قرار. من مقدمه‌ای که در ابتدای مجموعه تمرینات الگویابی مجموعه تمرینات شکل هماهنگ و ناهماهنگ گفتم رو تکرار میکنم، به خاطر اینکه به نظرم مقدمه خیلی مهمیه. زمانی که شما این ویدیو رو دارید میبینید معنی این کارتون اینه که شما قبل از این رفتید جزوه رو قشنگ شخم زدید، فیلمای کلاس رو دیدید، اومدید تست ها رو زدید، یعنی همه تستای مجموعه تمرینات رو زدید و الان اومدید ویدئوشو ببینید، رفع اشکالش کنید. خب بعد یعنی قبل اینکه شما اینو ببینید باید حتما جزوه رو خونده باشید، یه بار فیلم کلاس رو تو اون حوزه دیده باشید و بعد تست ها رو زده باشید، تستای مجموعه تمرینات رو که هم رو کانال تلگرام میذارم هم توی آپارات که این ویدئو به طور کامل بارگذاری خواهد شد. توی قسمت توضیحاتش لینک دانلود مجموعه تمرینات رو هم میذارم و بعدش اومدید حالا این ویدیو رو ببینید که رفع اشکال بشه. بعد اینکه این ویدیو رو دیدید و رفع اشکال هم انجام شد، یه بار دیگه تستا رو بزنید و یه بار دیگه این ویدیو رو ببینید. یعنی به نظر من تکمیل این فرایند اینطوری اتفاق میفته: جزوه رو بخونید، فیلم کلاس رو ببینید، بعد بیایید اینجا تستا رو بزنید، بعد که تستا رو زدید بیایید این فیلم رو ببینید، بعدش دوباره تستا رو بزنید، دوباره فیلم رو ببینید. این فرایندیه که به نظر من باید اتفاق بیفته تا این کار به طور کامل انجام شده باشه. بریم سراغ بحث سوالات. خب سوال اول که سوال سازمان ملی هست، ما 3 تا شکل داریم، شکل 4م رو می‌خوایم به دست بیاریم. مثلا تو تیپ 1 ماجرا همینه دیگه. خب ببینید این 2 تا شکل از هم یک فاصله‌ای دارن و 2 تا خط عمودیه و 2 تا مربع که کنار این خطوط عمودی قرار گرفته. توی شکل دوم 2 تا خط عمودی تغییری نکرده. قبوله؟ تغییری ما توی 2 تا خط عمودی نداریم، همون جاش ثابت. اما این 2 تا شکل به هم نزدیک شدن به نحوی که یکیش اومده نصف خط رو گرفته اومده اینجا و یکی دیگه‌ش اومده نصف دیگه خط رو گرفته اومده اینجا. نگاه کنید به هم نزدیک شده. تو شکل سوم دوباره خطوط عمودی ثابت سر جاشون وایستادن، 2 تا شکل دوباره به سمت همدیگه حرکت کردن و روی همدیگه قرار گرفتن. توی آخری دوباره خطوط عمودی نباید تغییر خاصی داشته باشن، همونجوری به همون شکل بمونن. حالا اون مربعی که از اینجا این که داشت به سمت راست حرکت میکرد، تو حرکت بعدی دوباره به سمت راست حرکت بکنه، بره دیگه اونور، بره رو اون خطه. اون مربع سمت راستمون که داشت به سمت چپ حرکت میکرد باید دوباره حرکتش رو به سمت چپ داشته باشه، بره رو این یکی خطه. یعنی حرکت این 2 تا مربع، این مربع داره به سمت چپ حرکت میکنه، این یکی مربع داره به سمت راست حرکت میکنه، به مسیرشون هم ادامه میدن. بنابراین کدوم گزینه درسته؟ گزینه شماره 4 گزینه درست ما هستش. سوال 2 که تا پارسال تو جزوه بود الان دیگه درش آوردیم. ما 2 تا 8 داریم. 2 تا 8مون چیه؟ یه 8 بزرگه، پایه هاش بزرگه، یه 8 کوچیکی که داخل اون 8 بزرگه قرار گرفته. توی شکل دوم نگید دیگه 8 کوچیک نیستا، چرا هست؟ منتها پایه هاش دقیقاً روی پایه های 8 بزرگه قرار گرفته و دیده نمیشه، یعنی پایه هاش یه ذره بازتر شده. توی شکل بعدی دوباره پایه های 8 کوچیکه یه ذره بازتر میشه. دقت کنید که پایه های 8 بزرگه ثابته و سر جاش وایستاده، یعنی کم و زیاد نمیشه. پس تو حرکت بعدی باید پایه های 8 کوچیکه دوباره یه ذره بازتر شه و بهترین گزینه 1. چرا؟ به خاطر اینکه یه ذره بازتر شه اینجوری افقی میشه. اما یه نکته ای، اگر بخواد دقیق تر جواب بدیم باید اینجوری میشد. چرا؟ چون این وقتی داره باز میشه یه کم باز میشه تو هر مرحله دیگه.
دیگه نیاز نبود افقی بشه. ولی با توجه به گزینه‌ها چون ما بهترین گزینه رو باید انتخاب بکنیم نداریم، بنابراین گزینه 1. تندیس طلایی توهین به شعور مخاطب هم به گزینه‌های 3 و 4 در واقع اهدا بکنیم که دستاشون نامتقارنه. کجا این 8 تا نامتقارن بودن که حالا 8 کوچیک منظورم، کجا پایه‌های 8 کوچیک نامتقارن بودی که حالا تو گزینه‌های 3 و 4 نامتقارن بشه. خب سوال 3 حرکت شکل ها رو داریم. شکل های ما دائم دارن به سمت راست حرکت میکنن، به سمت راست. ببینید مثلث اول سمت چپ قرار گرفته و یه دونه میاد سمت راست وسط قرار میگیره. دایره دوباره یه دونه میاد سمت راست و این گوشه سمت راست قرار میگیره. مربع هم از این ور میفته بیرون، اون ور میاد تو سمت چپ قرار میگیره. تو حرکت بعدی مثلث میاد دوباره سمت راست، مربع میاد وسط قرار میگیره و دایره هم این ور میفته از سمت چپ دوباره میاد. مربع میاد سمت راست، بعد دایره میاد وسط و مثلث هم از این ور میفته اون ور میاد داخل. و در نهایت تو حرکت پایانی، حالا خط من هر جوری که میخواد باشه چون خطمون خیلی منطق خاصی نداره، اول تو این دوتا خود خطه رو میگم، این خط بزرگه رو اول تو این دوتا 45 درجه در جهت ساعتگرد میچرخه، اما دیگه این برقرار نیست اینجا، یعنی 45 درجه در جهت ساعتگرد نمیچرخه. حالا هر جوری که هست خط ما، دایره باید سمت راست باشه. تو گزینه 1 مثلث سمت راست پر، تو گزینه 2 مربع سمت راست پر، تو گزینه 4 هم مربع سمت راست پر. بنابراین کدوم گزینه درسته؟ گزینه 3. دایره میاد سمت راست، بعد مثلث میاد وسط، مربع هم این ور میفته بیرون اون ور میاد تو و بنابراین گزینه شماره 3 گزینه درست من هستش. شکلمون دارن به سمت هم حرکت میکنن. سوال شماره 4 باز هم حرکت این مربع خاکستری مونه. اگر دقت بکنید ما یه جایگاه بنویسیم، چند تا جایگاه داره حرکت میکنه. یه جایگاه روی این در واقع رأس ما هست 1، یعنی اینجا. جایگاه بعدی اینجاست زیر این 2، جایگاه بعدی اینجاست مثلا 3، جایگاه بعدی 4، اینجا 5، اینجا 6، اینجا 7، اینجا 8، اینجا 9. حالا تا اینجا رو بریم جلو. خب ببینید تو حرکت اول این مربع 1 2 تا میاد جلو، در چه جهتی؟ در جهت پاد ساعت کرد. 2 تا در جهت پاد ساعت کرد. تو حرکت اینا که اومده اینجا دیگه. تو حرکت بعدی از اینجا اومده اینجا، یعنی 3 تا اومده جلو، 3 و 4 و 5، 3 تا اومده جلو در جهت پاد ساعت کرد. اول 2 تا، بعد 3 تا، حرکت بعدی 1 2 3 4 تا در جهت پاد ساعت کرد، اومده اینجا 4 تا، همش پادا. خب حرکت بعدی باید چند تا باشه؟ 5 تا باشه. خب 1 2 3 4 5، بنابراین باید کجا قرار بگیره؟ دقیقاً جایی که در گزینه شماره 2 قرار گرفته. پس سوال 4 گزینه شماره 2 گزینه درست ما هستش. سوال 5 هم دوباره حرکت منتها روندهای ترکیبیه، یعنی هر سطری برای خودش یه حرکت داره. اول سطر پایانی رو بررسی کنیم که از همه ساده تره. ببینید جای رنگ، شکلا عوض نمیشن ها، شکلا ثابتن. تو همه سطرها نگاه کنید شکلا فقط جای رنگ داره تغییر میکنه. خب رنگ تو سطر آخر جاش ثابته اونم، یعنی شکل دوم از سمت چپ باید رنگ شده باشه. گزینه 1 شکل دوم از سمت چپ رنگ شده، مشکلی نداره. گزینه 2 شکل دوم از سمت چپ رنگ نشده، 2 پر. 3 و 4 هم شکل دوم از سمت چپ رنگ شدن، هیچ مشکلی وجود نداره. بریم سراغ سطر دوم. تو سطر دوم اول این خاکستریه، بعد به سمت راست حرکت میکنه، این خاکستریه، بعد دوباره برمیگرده، یعنی خورد به این انتها دوباره برگشت. پس تو حرکت بعدی باید چی رنگ شده باشه؟ این باید رنگ شده باشه. خب گزینه 1 این رنگ نشده، گزینه 1 پر. گزینه 4 هم این رنگ نشده، گزینه 4 هم پر. پس کدوم گزینه درسته؟ گزینه 3 درسته. ما سطر اول رو هم بررسی بکنیم. ببینید اول این رنگ داره دونه به دونه به سمت راست حرکت میکنه، میاد اینجا، بعد تو حرکت بعدی میاد اینجا، تو حرکت آخر هم باید بیاد اینجا. نگاه کنید 3 این تایید میشه. حالا این دایره مشکیه داره دونه به دونه به سمت چپ حرکت میکنه. اول میاد اینجا، بعد یه دونه دیگه میاد سمت چپ میاد اینجا و بعد یه دونه دیگه هم میاد سمت چپ و اینجا قرار میگیره. بنابراین گزینه 3 مجددا تایید میشود.
بریم سراغ سوال شماره 6. خب در سوال شماره 6 ما دوباره یه سوال تیپ 1 داریم. اگه دقت کنید توی این ترتیب ما با توجه به این سه تا شکل اول و سوم و چهارمی که داریم یه دونه شکل ثابت انگار وجود داره. این شکل ثابتی که وجود داره اینه، نگاه کنید توی سومی هم سر جاش وایستاده، توی چهارمی هم سر جاش وایستاده، اما اون دوتا مثلث دیگه متحرکن. قبوله؟ این مثلثی که توش یه خط صاف عمودی هست رو یه دقتی بهش بکنید. ببینید ما تو شکل دوم که فعلا این مثلث رو نمیدونیم کجاست، میخوایم مثلا همون رو تعیین کنیم که این مثلثی که توش یه خط صاف عمودی هست توی شکل دوم کجا قرار گرفته. قبوله؟ تو شکل سوم میاد رو ضلع بالایی و مثلث ثابته میشینه و تو شکل بعدی تو شکل چهارم میاد روی این رأس میشینه. یعنی اون مثلث ثابته رو در نظر بگیرید، این داره حرکت میکنه، مثلث متحرکه و هم رو رأس ها میشینه هم روی اضلاع. یه بار رو رأس میشینه یه بار رو ضلع. ببینید اینجا الان رو این ضلع باش یکسانه، تو حرکت بعدی نمیدونیم چی، تو حرکت بعدی تو این ضلع باهاش یکسانه یعنی رو اون ضلعش نشسته، تو حرکت آخر هم رو این رأسش نشسته. خب واضحه که تو حرکت در واقع دوم ما تو شکل دوم ما رو این رأس نشسته باشه دیگه. یعنی من یه مثلثی میخوام که روی این رأسه نشسته باشه. آیا این مثلثه اصلا این مثلثی که داخلش خط عمودیه اصلا جهت رأسش عوض میشه؟ نه، تو شکل اول همینه، تو شکل سوم هم همینه، تو شکل چهارم هم همینه. خب واضحه پس اینجا تو گزینه 3 که جهت رأسش عوض شده به درد من نمیخوره دیگه. گزینه 2 هم که رو رأس قرار نگرفته، بیخودی گذاشته وسط رأس رو گذاشته وسط ضلع. بنابراین کدوم گزینه درسته؟ همین گزینه 1 گزینه درست ما خواهد شد. یعنی اون مثلث سمت چپ ما که توش یه خط صاف عمودیه داره در جهت ساعتگرد حرکت میکنه، یه بار روی رأس یه بار هم روی ضلع، یک بار روی رأس یک بار هم روی ضلع. اون یکی مثلث هم یه بررسی بکنیم، اون یکی متحرکه. ببینید اول اینجا بود روی این ضلع مثلث ثابت قرار گرفته بود، احتمالاً تو حرکت بعدی باید بیاد روی این رأسش دیگه. چرا؟ چون تو نه ببخشید اشتباه شد. احتمالاً رو حرکت بعدی باید بیاد رو این رأسش دیگه. چرا؟ چون تو حرکت بعدی اومده رو این ضلع قرار گرفته و تو حرکت آخر هم روی این رأس قرار گرفته. بنابراین اون مثلث رو هم ما باید این پایین داشته باشیم که جهت رأسش هم عوض نمیشه، تغییری هم نمیکنه و گزینه شماره 1 که این مثلث این پایین قرار گرفته کاملا تایید میشه. بله، بریم سراغ این سوال عجیب سازمان ملی که راجع بهش صحبت بکنیم. ببینید توی حرکت اول، توی شکل اول ما یک گل تقریبا داریم که دوتا گلبرگ بالا و پایینش سفیدن و دوتا گلبرگ چپ و راستش هم مشکی است. توی حرکت بعدی یکی از گلبرگ‌ها رو حذف میکنه و تو حرکت بعدی هم دوباره یک گلبرگ پایینی دوباره نیست. خب پس ماجرا حذف نیست. چرا؟ چون اگه حذف بود تو سومی هم باید حذف میشد دیگه. این گلبرگه داره حرکت میکنه. بنابراین اگه این گلبرگه داره حرکت میکنه، در چه جهتی داره حرکت میکنه با توجه به سوال هیچ فرقی برای ما نمیکنه. اولا فرض کنیم در جهت ساعتگرد حرکت کرده. توی حرکت اول یعنی تو تغییر اول میاد پشت این گلبرگ، تو حرکت بعدی میاد پشت این گلبرگ، تو حرکت آخر دوباره میاد پشت این یکی گلبرگه. یعنی باز هم تو آخریه باز هم دیده نمیشه. تو حرکت بعدی میاد این پشت دوباره دیده نمیشه. یعنی دوباره هر گزینه شما 4 گزینه درست. اگه در جهت پادساعتگرد حرکت کرده باشه چی؟ بازم داستان همونه. اینجا رو نگاه کنید. تو حرکت اول میاد پشت این، تو حرکت بعدی میاد پشت این و تو حرکت آخر هم دوباره میاد پشت این و باز هم دیده نمیشه و بنابراین گزینه شماره 4 باز هم تایید میشه. پس این سوال سازمان ملی گزینه شماره 4 گزینه درست است. سوال 8مون اومده
اینجوری نوشت، اومده سوال سازمانملیه، سوال خوبی هم هست. نگاه کنید، این به نظر خیلی سوال واضحیه که آقا این ستای بالایی همشون در جهت پادساعت کردن. من چقدر سر کلاس گفتم آقا جهت دوران مهمه، میزان دوران هم مهمه که چند درجه باشه. این سوال فقط ناظر بر جهت دوران. جهت دوران رو پادساعت کرده، تو این یکی هم پادساعت کرده، تو این یکی هم پادساعت کرده. حالا اینجا رو نگاه کنید، اینجا هم جهت دوران ما تو هر ستا دوباره پادساعت کرده، یعنی این پادساعت کرد، این پادساعت کرد. خب واضحه که تو بعدی هم باید پادساعت کرد باشه دیگه. اگه بخوایم تو بعدی پادساعت کرد باشه، ببینید این دوتا عمودی بودن بعدیش افقی شده. خب پس این عمودیه که هیچی، اینم که ساعت کرده اینم هیچی، اینم که ساعت کرده اینم هیچی. پس کدوم گزینه درسته؟ گزینه شماره 1 درسته. بعضی از کتابا اومدن یه چیزی نوشتن که این چیزی که نوشتن یه مقداری درست نیست. چرا درست نیست؟ به این دلیل درست نیست که شما اومدن گفتن آقا اگه شما یک نگاه ستونی به داستان داشته باشید، مثلا تو این ستون این دوتا متضاد هم دیگه، قبوله؟ این دوتا هم متضاد هم دیگه. حالا این و پایینیش هم باید متضاد هم دیگه باشن که گزینه شماره 3 رو گرفت. در حالی که متضاد این بالایی این میشه، قوسش باید رو به بالا باشه نه رو به پایین. متضاد این بالایی، نگاه کنید قوسا رو نگاه کنید، قوسا هم باید متضاد بشه دیگه. این قوسش رو به این وره، 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 این قوسش رو به پایین، قوس بعدی باید رو به بالا باشه. بنابراین اون نظر خیلی نظر درستی نیست و گزینه شماره 3 نمیتونه گزینه درست ما باشه. خب توی حرکت بعدی اصلا سوالات حرکته، واسه همین من این کلید واژه حرکت در واقع خیلی به ذهنم میاد. ببینید اولا که ما توی این شکل اولمون اگر دقت بکنید ما 3 تا مربع داریم، تو شکل دوم 2 تا مربع داریم، تو شکل سوم دیگه تابلو میشه دوباره 2 تا مربع داریم. منتها واضحه که اینجا 2 تا مربع رو همدیگه قرار گرفتن، 2 تا مربع رو همدیگه قرار گرفتن. اگه ما این 2 تا رو ثابت در نظر بگیریم، این 2 تای سمت چپ رو اگه ثابت در نظر بگیریم و این رو متحرک در نظر بگیریم، قبوله؟ این متحرکه تو حرکت اول بیاد حرکت کنه بیاد روی این، کاملا یک مربع کامل میسازه. چرا؟ چون نیمه پایینی که خودش این مشکی هست، نیمه بالایی رم این اومده روش، این یه تیکه و کامل دیگه مشکی شده نیمه بالایی، یعنی یه مربع کاملا مشکی. این هم که سر جاش بوده و هیچی روش نیومد. حالا همین مربع سمت راست دوباره تو حرکت بعدی یه دونه دیگه حرکت میکنه به سمت چپ، درسته؟ این مربع وسطیه که دیگه خلاص میشه، دیگه مهمون نداره، اون قبلیه که اومده بود روش دیگه حرکت کرد رفت. حالا این مربع سمت راست میاد رو این مربع میشینه، اوکی، نیمه بالایی رو پر میکنه، نیمه پایینی هم که اصلا خودشه، خود مربعی که اولی سر جاش بود. حالا اون مربع سمت راستی از این هم عبور میکنه میاد اینجا. بنابراین این 2 تا سمت راست قرار میگیرن که اگر دقت بکنید توی گزینه شماره 2 و توی گزینه شماره 3 این 2 تا سمت راست قرار گرفتن و این یکی این سمت راستیه میره اونور سمت چپ قرار میگیره که اگه دقت بکنید تو گزینه شماره 2 اینجوریه و ما گزینه 2 رو به عنوان گزینه صحیح خودمون در نظر خواهیم گرفت. بریم سراغ سوال شماره 10 که به نظرم خیلی سوال خوبیه و باید راجبش صحبت بکنیم. ببینید توی شکل 1:2 این 2 تا ثابتن، ستاره و مثلث، اما جای دایره و مربع عوض میشه. اون 2 تا پایینی ها ثابت اما جای دایره و مربع عوض میشه. توی شکل 2:3 دوباره این 2 تا جاشون عوض میشه اما مربع و ستاره دقت کنید ثابتن. یعنی نگاه کنید دایره است که داره حرکت میکنه،
اون سه تا ثابتن مگه اینکه دایره بیاد جاشون بشینه. یه بار دیگه میگم، دایره است که داره در جهت ساعتگرد حرکت میکنه، اون سه تای دیگه ثابتن مگه اینکه دایره بیاد جاشون بشینه. نگاه کنید الان دایره میخواد در جهت ساعتگرد حرکت کنه بیاد این ور، از این شکل به این شکل. خب ستاره جاشو با دایره عوض میکنه، اون دوتای بالایی ثابتن، اون دوتای بالایی ثابت هستن. اوکی. حالا دایره تو حرکت آخر میخواد بیاد اینو تقسیم بندی بکنه، قشنگ میخواد جاشو با مربع عوض کنه. پس دایره و مربع جاشون عوض میشه، دایره و مربع جاشون عوض شه، مثلث و ستاره سر جای خودشون قرار میگیرن و هیچ تغییری نمیکنن. بنابراین کدوم گزینه درسته؟ گزینه شماره 4 رو ما به عنوان گزینه درستمون در نظر میگیریم و میپذیریم. سوال شماره 11. اینا همه سوالات تیپ یکی هن که من طبقه بندی کردم در مورد حرکت ها، یعنی توی حرکت ما داریم الان بحث میکنیم. مبحث ما توی حرکت شکل ها در سوالات تیپ 1 هست. خب سوال 11 میگه با توجه به ارتباط بین تصاویر کدام گزینه به جای علامت سوال قرار میگیرد؟ بیایید یه نگاهی به ماجرا بیاندازیم. اگر که دقت بکنید اینا دقیقاً دارن به سمت بالا حرکت میکنن. یعنی شما اینجا 5 تا خط در نظر بگیرید که این 5 تا خط میان به سمت بالا حرکت میکنن. یا کنید این خط 2 رو در نظر بگیرید، تو حرکت بعدی یه دونه میاد بالا میاد اینجا. خط 3 تو حرکت بعدی یه دونه میاد بالا، خط 2 میشه. خط بعدی تو حرکت بعدی یه دونه میاد بالا، خط 3 میشه. این خط هم تو حرکت بعدی یه دونه میاد بالا اینجا میشینه. این بالایی هم که اون بالا میاد میفته بیرون، از این پایین دوباره میاد تو، این آخر نشسته. پس تو حرکت بعدی دوباره باید همین باشه. یعنی این خط اول از بالا میفته بیرون میاد تو، اینجوری میشه. بذارید من خط دارم بکشم که تو حرکت بعدیش اگه دقت کنید دوباره یه دونه میاد بالا اینجا میشینه. خب حالا این دایره سفیده تو حرکت بعدی یه دونه میاد بالا اینجا میشینه که تو حرکت بعدی دوباره یه دونه میاد بالا، از بالا میفته بیرون، از پایین میاد تو. این دایره آبیه یه دونه میاد بالا اینجا میشینه که تو حرکت بعدی میاد این بالا میشینه، داره به سمت بالا حرکت میکنه دیگه. این سفیدم تو حرکت بعدی یه دونه میاد بالا و عرض بشود به حضور شما که اینجا میشینه. یه دونه آبی هم که اینجاست، قبوله. یه دونه آبی هم از این پایین یه دونه میاد بالا اینجا میشینه. حله. پس این شکل اگر دقت بکنید نهایی منه که کدوم گزینه؟ گزینه شماره 4 دقیقاً گزینه درسته. یعنی حرکت این سطرها رو داره به سمت بالا از ما سوال میپرسه. حرکت سطرها به سمت بالا رو داره از ما سوال میپرسه. خب سوال شماره 12. در سوال شماره 12 اگر دقت کنید جای 3 تا خط به صورت ثابت، یعنی بیس، اون 3 تا خطی که اصلی هستن، این 3 تا جاشون تغییر نمیکنه، یعنی تکون نمیخورن. فقط اون عقربه هایی که وجود داره، اون شکل هایی که روی این خط ها وجود داره دارن تغییر میکنن. قبوله؟ خب یعنی مثلا دایره شما در نظر بگیرید، تو حرکت بعدی میاد اینجا، یعنی داره در جهت پادساعتگرد میچرخه. تو حرکت بعدی میاد اینجا، تو حرکت بعدی بالا، تو حرکت بعدی اینجا و تو حرکت بعدی دوباره باید کجا قرار بگیره؟ دوباره باید این پایین قرار بگیره دیگه. حرکت دایره در جهت پادساعتگرد. وقتی دایره باید اون پایین باشه خودش دو تا گزینه رو برای ما حذف میکنه. گزینه 2 دایره جاش بده، گزینه 4 هم دایره جاش بده. 2 4 پر. یا 1 درسته یا 3. اصلا 1 هم نمیتونه درست باشه. چرا؟ تو کدوم یکی از اینا 2 تا عقرب رو هم دیگه قرار، البته چرا؟ نه 1 میتونه درست باشه، مشکلی نداره. شوخی کردم. خب بریم سراغ این پیکانه. پیکانه رو نگاه کنید، اولش اینجاست، دوباره حرکت در جهت پادساعتگرد، بعد اینجا، بعد پایین، بعد اینجا و در نهایت پیکان باید اینجا قرار بگیره. مشکلی وجود نداره، هم 1 میتونه درست باشه هم 3 میتونه درست باشه. قبوله؟ خب این خط اگر که دقت بکنید اولش یه دونه خطه، دوباره حرکت در جهت پادساعتگرد، منتها تعداد خطاش زیاد میشه 2 تا، دوباره حرکت در جهت پادساعتگرد که این بالا ما باید 2 تا خط داشته باشیم، از اینجا میره بالا دیگه، حرکت در جهت پادساعتگرد. بنابراین کدوم گزینه درسته؟ گزینه شماره 3
گزینه درست منه. پس این سوال میشه گزینه شماره 3. خب بریم سراغ سوال 13. کدام الگو باید به جای علامت سوال قرار بگیرد؟ با یک نگاه ساده شما متوجه بررسی های دوتایی میشید. خیلی نگاهتون نگاه ساده ای باشه، قشنگ متوجه میشید که آقا این سوال بررسی های دوتایی. بررسی دوتایی سر کلاس گفتیم ارتباط بین شکل 2 و 3 حذف. ما دوتا بررسی میکردیم، یعنی نگاه میکردیم سر اولیه چه بلایی اومده دومیه تولید شده، بعد سر سومی هم همون بلا رو میآوردیم، آخریه رو تولید میکردیم. ببینید اگه اینجا نمیفهمید من چی دارم میگم، به خاطر اینکه فیلم کلاس رو ندیدی هنوز، برو فیلم کلاس رو ببین. اگه اینجا بررسی دوتایی رو نمیفهمی من چی دارم میگم، به خاطر اینکه من سر کلاس که اینجوری توضیح ندادم که ارتباطش بین شکل 2 و 3 حذف یعنی چی. من سر کلاس که اینجوری نگفتم که، من سر کلاس دقیق توضیح دادم. برو نگاه کن، برو فیلم کلاس رو ببین، همینجا اینو قطع کن، برو فیلم کلاس رو ببین، دوباره بیا اینجا نگاه کن، هیچ مشکلی هم نیست. خب پس ارتباط بین شکل 2 و 3 هست. اوکی، چه بلایی سر اولیه اومده؟ چی مکمل هم دیگه، بندازیشون رو هم یه دونه مربع کامل تولید میکنه. بندازیشون رو هم دیگه یه دونه مربع کامل تولید میکنه. بنابراین این دوتا هم باید مکمل هم دیگه باشن. یه همچین چیزی من باید اینجا داشته باشم که این بالاش رنگ شده باشه. درسته؟ این بالاش باید رنگ شده باشه دیگه، نمیشه که اون بالا که نمیشه رنگ نشده باشه که. پس کدوم گزینه درسته؟ چون دوتا رو هم دیگه قرار میگیرن، قراره که یک مربع کامل بشن دیگه. سوال 13 گزینه شماره 4 گزینه درست ما هستش. اوکی، بریم سراغ سوال بعدی. اول بیاین سوال در حالت عادی بررسی کنیم، شاید روندهای ترکیبی باشه. ما حرکت نقطه رو در نظر بگیریم. نقطه در جهت پاد ساعتگرد یه نصف ضلع اومد جلو، بعد 2 تا ضلع اومده جلو از شکل 2 به 3، 2 تا نصف ضلع، نه 2 تا ضلع، 2 تا نصف ضلع، یه نصف ضلع، 2 تا نصف ضلع که اومده اینجا نشسته. خب تو حرکت بعدی 3 تا 4 تا باشه قابل قبوله. 3 تا نصف ضلع یا 4 تا نصف ضلع. 1 2 3 باید بیاد پایین بشینه که خب نداریم. 4 تا نصف ضلع هم باید بیاد گوشه پایین سمت راست بشینه که بازم نداریم تو گزینه ها. خب چی میشه؟ هیچ دیگه، بررسی دوتاییه. ارتباط بین شکل 2 و 3 حذفه. اوکی، من ارتباط بین شکل‌های 2 و 3 رو حذف در نظر میگیرم. خب سر شکل اول چه بلایی اومده شکل دوم تولید شده؟ حرکت دایره در جهت پاد ساعتگرد یه نصف ضلع. پس اینم باید حرکت دایره در جهت پاد ساعتگرد باشه، دقیقاً همون یه نصف ضلع. پس دایره باید سمت چپ مربع قرار گرفته باشه. پس گزینه 2 پر، گزینه 4 هم پر، یا 1 درسته یا 3 درسته، یکی از این دوتا درسته. خب پیکان چه بلایی سر شماره؟ دوباره حرکت در جهت پاد ساعتگرد، دوباره یه نصف ضلع. پس اینجا هم پیکان در جهت پاد ساعتگرد یه حرکت میکنه و این نصف ضلع قراره حرکت بکنه که سوال 14 برای ما گزینه شماره 3 رو مشخص خواهد کرد. خب بریم سراغ سوال شماره 15. در سوال شماره 15 شما اگر دقت بکنید در حرکت هایی که ما داشتیم، در حرکت هایی که ما داریم از شکل 1 به 2 چه اتفاقی افتاده؟ این نیم دایره که من الان دارم پررنگش میکنم، که کاشکی با رنگ قرمز پررنگش میکردم که الان با رنگ قرمز پررنگش میکنم، جاش ثابته. چی تغییر میکنه؟ فقط جای نقطه در واقع تغییر میکنه، از این گوشه میره اون گوشه بالا. درسته؟ اون یکی نیم دایره که الان با رنگ قرمز مشخصش میکنم چرخیده. چند درجه؟ 90 درجه. در چه جهت؟ در جهت ساعتگرد. 90 درجه در جهت ساعتگرد چرخید. اوکی. حالا تو حرکت 2 به 3 چی؟ تو حرکت 2 به 3 این نیم دایره که توش چیز داره خودش چرخیده. پس هیچی، ارتباط بین شکل 2 و 3 حذف. نمیچرخید تو 1 به 2 که. تو 1 به 2 مگه اون نیم دایره که داخلش یه نقطه یه مشکی بود مگه میچرخید؟ نمیچرخید که. پس توی 2 به 3 وقتی نچرخیده، وقتی توی 2 به 3 چرخیده، پس ارتباط بین شکل 2 و 3 هست. پس توی بعدی دوباره این باید ثابت باشه چون توی 1 به 2 ثابت بود. اونی که توش نقطه است باید ثابت باشه چون توی 1 به 2 ثابت بود. فقط جای نقطه عوض شه. از این گوشه پایین سمت راست میاد این گوشه پایین سمت چپ. تمام، گزینه 3 درست.
اون یکی چی میشد از 1 به 2؟ اون یکی نیم دایره‌ای که توش نقطه نبود 90 درجه در جهت ساعتگرد چرخیده بود. اینجا هم 90 درجه در جهت ساعتگرد میچرخه، میاد این بالا قرار میگیره و گزینه شماره 3 تایید میگیریم ازش. گزینه شماره 3 رو برای ما تایید میکند. بریم سراغ سوال شماره 16. خب در سوال 16 اگر شما دقت بکنید به جهت چرخش این قسمت رنگی متوجه میشید که این قسمت رنگی داره در جهت پادساعتگرد به اندازه 1 2 و 3 حرکت میچرخه که میاد اینجا. بعد یه حرکت در جهت ساعتگرد میاد جلو که با حرکت قبلی چون ناهمخوانی داره اولش ذهنمون میره سراغ بررسی دوتایی، یعنی ارتباط 2 و 3 حذف و بنابراین حرکت در جهت پادساعتگرد بریم ببینیم میشینه یا نمیشینه. 1 2 3 میاد این پایین که گزینه شماره 1 به خوبی برای ما این کار رو در میاره. خب در سوال شماره 17 ببینید اولا این قسمت رنگی دقت کنید که 1/4 بالای سمت چپش سفیده ها که یه حرکت به سمت راست انجام میده، میاد سمت راست و اون قسمت سفیدش هم قطری حرکت میکنه میاد پایین. بالا سمت چپش سفید بوده، قسمت سفیدش قطری حرکت میکنه و پایین سمت راست سفید میشود. خب حالا توی 2 به 3 داره به سمت بالا حرکت میکنه، یعنی این قسمت رنگی یه دونه میاد به سمت بالا که با توجه به اینکه ناهمخوانی داره با قسمت 1 به 2 شما ارتباط بین شکل 2 و 3 رو حذف در نظر میگیرید و بررسی دوتایی. یعنی این دوباره یه دونه به سمت راست حرکت میکنه و قسمت سفیدش هم میشه پایین سمت راست که اگر دقت بکنید دقیقاً در گزینه شماره در واقع 4 این اتفاق افتاده و بنابراین سوال 17 ما گزینه شماره 4 گزینه درست ما هست. خب بیاین سراغ سوال 18. در سوال 18 این قسمت سفید و آبی رو اگر دقت بکنید در شکل 1 به 2 جاشون تغییر نمیکنه، اما جای قسمت رنگی بالا و هاشور پایین عوض میشه. یعنی شما در واقع میتونید اگر شما یه خط تقارن افقی اینجا در نظر بگیرید، این خط تقارن افقی در واقع اینجا هست، منتها این شکل 2 رو اگر نسبت به خط تقارن افقی شما قرینه بکنید، رنگ هاش رو منظورمه، دیگه شکل 3 اتفاق نمیفته. منطقی هم نیست، چون یه بار وقتی قرینه میشه اگه دوباره قرینش بکنید شکل 3 مثل شکل 1 عذاب در میاد که به درد ما نمیخوره. برای ما یه بررسی دوتایی اینجا در نظر میگیریم، دوباره این رو قرینه میکنیم نسبت به خط تقارن افقی. هاشور و این آبی کمرنگی که جاشون عوض نمیشه و بنابراین گزینه‌های 2 و 3 پر، جای سفید و آبی پررنگه باید عوض بشه که گزینه شماره 4 هم پر، آبی پررنگه بیاد بالا، سفیده بره پایین و گزینه شماره 1 گزینه درست ما هستش. سوال 19 بسیار سوال خوبیه از باب در واقع روندهای ترکیبی. سوال سازمان ملی هم هست. یه دقت بکنید به شکل 1. ببینید ما 4 تا عدد داریم، 1 2 3 4 و 5 تا حرف داریم C B K N O. خب از شکل 1 به 2 چه اتفاقی افتاده؟ جای C و B عوض شده، اولا شده B و C. جای N و O عوض شده O و N. درسته؟ این کاه که سر جاش مونده، قبوله؟ این 3 پایین اومده یه حرف جدید به جاش گذاشته، یه حرف اسی گذاشته که کلن توی حروف قبلی اصلا این اس نبوده. توی حروف قبلی
اصلا این اس جایی نداشته. خب حالا توی حرکت بعدی دیگه بی و سی جاشون عوض نمیشه، فقط اینا کلن منتقل میشن به سمت راست. او و ان هم به همین ترتیب جاشون عوض نمیشه تو خودشون، کلن منتقل میشن به سمت چپ. نگاه کنید بی و سی، او و ان. درسته؟ اون کا و اسه که ما داشتیم سر جاشون میمونن. یه حرف جدید اچ که قبلا توی حروف ما نبوده، اصلا قبلا توی حروف ما نبوده، اصلا اضافه میشه. حالا تو حرکت بعدی کا، اس و اچ سر جاشون میمونن، دوباره جای او و ان عوض میشه و بی و سی. نگاه کنید او و ان جاشون عوض میشه، میشن ان و او. بی و سی جاشون عوض میشن، میشن سی و بی. درسته؟ خب یه حرف جدیدی که قبلا نداشتیمش تی به جای این یک قبلی میشینه. پس ما الان تو این ستون میدونیم چه اتفاقی داره میفته. اگه حرف داریم حرفا سر جاشون میمونن، مگه اینکه تو حرکت جدید یه حرف جدید اضافه بشود به وسط اون سطری که داره حرکت میکنه. خود سطر هم که داره به سمت پایین حرکت میکنه. نگاه کنید اولش اینجا بوده، بعد یه دونه سطر میاد پایینتر، بعد یه دونه پایینتر، دوباره از این بالا اضافه میشه و به همین ترتیب. این حرفایی که در این سطر هستن یکی در میون یه بار جای خود حروف عوض میشه، یه بار کلن از اینجا میرن اونور. بی و سی کلن از اینجا میرن اونور مثلا. درسته؟ اینجا جای حروف داخلی عوض میشه، تغییر جای حروف، یعنی منظورم خود بی و سی ها. منظور من از تغییر جای حروف خود بی و سی و او و انه. اینجا نه، کلا تغییر موقعیت داریم. مثلا من این اسمش رو بذارم موقعیت که بفهمید یعنی چی. تغییر موقعیت حروف یعنی بی و سی کلا میرن سمت چپ و او و ان هم کلا میان سمت راست. دوباره تغییر جای حروف، جای دوتا کناری ها با هم عوض میشه. جای حروف نگاه کنید او و ان جاشون عوض میشه، میشن ان و او، و بی و سی جاشون عوض میشه، میشن سی و بی. و تو حرکت بعدی دوباره تغییر موقعیت حروف. تغییر موقعیت حروف. خب موقعیت حروف الان دقت کنید سی بی میاد سمت راست، جاشون هم عوض نمیشه ها. ان او میاد سمت راست. دوباره تغییر جای حروف باید داشته باشیم. دوباره تغییر جای حروف. اون حروفی که وسط بوده که باید سر جاشون بمونه، یعنی تی، یه دونه ای. حالا این سطر باید بیاد این وسط بشینه که حرف وسطش رو من نمیدونم چیه فعلا، جدید باید باشه. اس و اچ رو که ما قبلا داشتیم سر جاشون بشین. تغییر جای حروف سی و بی میشه چی؟ میشه بی و سی. ان و او چی میشه؟ میشه او و ان. جای حروف قرار عوض بشه دیگه. یه حرف جدیدی که قبلا نداشتیم باید اینجا اضافه بشه. پس ما اینجا بی سی داریم، اینجا او ان داریم که فقط تو گزینه 4 میشینه. اینجا تی و ای داریم، اینجا هم اس و اچ داریم. نگاه کنید تی و ای، اس و اچ. چی اضافه کرد؟ ال یه حرف جدیده. بنابراین کدوم گزینه؟ گزینه شماره 4 گزینه درست است. یک روندهای خیلی خیلی زیاد رو در این سوال دیدیم که فوق العاده سوالش سوال خوبیه و سوال سازمان ملی هم بوده. حتما این سوال رو به نظرم 2 بار ببینید داستانش رو. سوال بعدی بحث دوران، خیلی ساده. سوال سازمان ملی فوق العاده سوال ساده ایه. شکل ما داره میچرخه در جهت ساعتگرد 90 درجه. این قسمت بازش اول رو به بالاست، بعد رو به راسته، بعد پایینه، بعد رو به سمت چپ باشه. فقط دقت کنید این باید پایین قرار بگیره و رو یک رو نزنید. به سمت چپ طراح حواسش بوده، اونم دقیقاً گذاشته یک به درد ما نمیخوره. گزینه شماره 4. پس دوران در جهت ساعتگرد به میزان 90 درجه. سوال 21 هم سوال سازمان ملی فوق العاده ساده.
راست، بالا، چپ 90 درجه پاد داره میچرخه و در حرکت بعدی واضحاً باید پایین باشه و گزینه شماره 1 گزینه درست ما هست. جز سوالات بسیار ساده. سوال 22 خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. ببینید اولا واضحه که دورانه، اما دوران چند درجه؟ سوال من از شما اینه همین الان ویدیو رو متوقف کنید و بگید این دوران چند درجه ما هست. چند درجه داره دوران میکنه؟ جهت دوران هم واضحا در جهت ساعت کرد، هیچ مشکلی وجود نداره از اینجا. اما چند درجه داره دوران میکنه؟ نگاه بکنید. اگر ما نگاه بکنیم تو شکل اول اینجاست، تو شکل دوم اینجاست، نگاه کنید، تو شکل سوم اینجاست و تو شکل آخر هم دوباره، چون این دوباره به این ترتیب میشه دیگه، این قسمت رأسش رو به بالا قرار میگیره. خب میزان دوران ما مشخص میشه. ما سر کلاس گفتیم دوران فقط میخواید بفهمید چند درجه داره دوران میکنه، فقط لازمه بدونید که ربع دایره 90 درجه است، همین، بقیهش در میاد. خب این ربع دایره به چند قسمت تقسیم شده؟ به 3 قسمت. پس 90 به 3 قسمت داره تقسیم میشه و میزان دوران ما 30 درجه هست. خیلی این نکته از خود سوال مهمتره، چون تو حرکت بعدی واضحه که گزینه شماره 3 گزینه درست ما هست، اونش خیلی اهمیت نداره. اما اون سوالی که من پرسیدم به نظرم از خود سوال اصلی یه مقداری مهمتر میاد، به نظرم یه مقداری جالبتر خواهد بود. خب حرکت بعدی باز هم دوران، منتها دوران اول یک دوران 90 درجه در جهت ساعت گرده، دوران دوم یک دوران 180 درجه در جهت ساعت گرده. بنابراین دوران سوم باید یک دوران 270 درجه در جهت ساعت گرد باشه. 270 درجه باید بیاد جلو. سر کلاس هم گفتیم که دوران 270 درجه در جهت ساعت گرد شما میتونید منهای 360 بگیرید، بعد یعنی 360 منهای 270 بگیرید، بعد پاد، یعنی این معادل است با چی؟ 360 منهای 270 چقدر میشه؟ میشه 90 درجه در جهت پاد هم اینو میتونید در واقع دوران بدید. یعنی این دوتا معادل همدیگن. 270 درجه در جهت ساعت گرد شما اگر دوران بالای 180 درجه داشتید، چون داره 90 تا به میزان دورانتون، میزان چرخشتون اضافه میشه دیگه، اگر که شما دوران بالای 270 داشتید میتونید 360 رو ازش کم بکنید یا مضارب 360 رو ازش کم بکنید و خلاف جهت در نظر بگیرید. حواستون باشه خلاف جهت در نظر، یعنی 360 منهای 270 چقدر میشه؟ میشه 90 تا. 90 تا در جهت پاد. حالا 90 تا در جهت پاد بچرخونید چی میشه؟ این قسمت دایرش میاد پایین و اون خطش میاد سمت راست، یه خط هم که اینجوری داره. بنابراین گزینه شماره 2 گزینه درست ما هست. میزان دوران داره زیاد. این سوال گلابی هم سوال سازمان ملیه. اولا فقط به رنگ ها اگر دقت بکنید متوجه میشید که جای رنگ ها ثابته، یعنی سفید ها همیشه بالا، مشکی ها همیشه سمت راست و نقطه چین ها همیشه پایین هستن اگه به رنگ ها دقت. پس ما یه سفید بالا میخوایم، همه گزینه‌ها سفید بالاه، مشکی باید سمت راست باشه، گزینه 1 پر، چون مشکی سمت راست نیست، و نقطه چین باید پایین باشه که گزینه 3 هم پر. حالا مثلث رو در نظر بگیرید، اول بالاه، بعد راسته، بعد پایین. در چه جهتی داریم میچرخه؟ ساعت گرد. حرکت ساعت گرد داریم. تو حرکت بعدی باید کجا بیاد مثلث؟ بالا. اما گزینه برای من رد نمیکنه، نه 2 نه 4 اینجوری رد نمیشه. دایره اول راسته، بعد پایینه، بعد بالاست. تو حرکت بعدی باید بیاد کجا؟ باید بیاد راست. حالا برای این کدوم گزینه درسته؟ گزینه شماره 2 گزینه درست منه. چون شکلا 3 تا جای حرکت بیشتر ندارن، اینو دقت کنید، من اینو می نویسم اینجا، نکته مهمیه. چون شکلها 3 جای حرکت
بیشتر ندارند هر 3 مرتبه یک بار تکرار می شوند. اینو داشته باشید، این خوبه، این نکته خوبیه اینجا. یعنی مثلا شکل اول با شکل چهارم برابره، شکل چهارم با شکل هفتم، شکل هفتم با شکل دهم، شکل دوم با شکل پنجم، سه تا زیاد میشه. شکل یعنی این شکل مثلا این شکل یکه، خب شکل چهارم دقیقاً مثل شکل یکه. نگاه کنید گزینه 2 عین شکل اول منه. چرا؟ چون 3 تا جای حرکت بیشتر نداریم دیگه. ما 3 تا جای حرکت بیشتر نداریم و شکل اون هر 3 مرتبه یک بار تکرار میشوند. حالا سوال، شکل 1000 و مثلا 403 شبیه کدوم یکی از این 3 تاست؟ کافیه 1403 رو تقسیم بکنیم بر 3 چون 3 تا تکرار بیشتر نداریم. باقی مانده این تقسیم به ما میگه 3 4 تا 12 تا 20 6 3 تا 18 تا 23 و 7 3 تا 21. باقی مونده 2. این 2 چی رو نشون میده؟ نشون میده آقا شکل دوم، شکل 1403 میشه عین این، میشه عین شکل دوم. خب اینم از این. بریم سراغ سوال 25. سوال 25 این قسمت باز اول شرقه، بعد جنوبه، بعد غربه، بعدی با شمال باشه دیگه. قسمت بازش اول شرقه، بعد جنوبه، بعد غربه، بعدی با شمال باشه که تو گزینه 4 این اتفاق افتاده. پس سوال 25 گزینه شماره 4 گزینه درست ما است. سوال 26 هم سوال سازمان ملیه. اگر دقت کنید توی این شکلمون از شکل 1 به 2 فرق نمیکنه. ما یه قسمت ثابت داریم. قسمت ثابتمون چیه؟ اینه. این قسمت ثابت ماست. یعنی این دیگه تکون نمیخوره. حالا تو شکل اول یه قسمت متحرک هم داریم. تو شکل اول قسمت متحرک ما اینجاست. تو شکل دوم این ثابته. خب حالا شکل قسمت متحرک ما 45 درجه در جهت ساعتگرد دوران میکنه. تو شکل بعدی دوباره همون تیکه ثابت رو داریم و قسمت متحرک ما میاد دقیقاً اینجا عمودی قرار. نگید اینجا تو قسمت متحرک نداره، نه اومده این پشت. دوباره 45 درجه در جهت ساعتگرد دوران کرده اومده این پشت. پس تو شکل بعدی قسمت ثابتمون رو داریم، متحرک دوباره 45 درجه در جهت ساعتگرد دوران میکنه که به کدوم گزینه میرسیم؟ به گزینه شماره 4 میرسیم که گزینه درست ما هستش. پس سوال 26 گزینه شماره 4 گزینه درست است. سوال 27 میگه با توجه به الگوی سریالی زیر به جای علامت سوال کدام شکل قرار میگیرد؟ قبوله؟ خب بیاید یه نگاهی بندازیم. ببینید اولا خود شکل، اصلا رنگو فعلا فکر کنید همش سفیده. خود شکل داره 90 درجه دوران میکنه. 90 درجه در چه جهتی؟ در جهت ساعتگرد. خود شکل 90 درجه در جهت ساعتگرد، حرکت بعدی هم 90 درجه در جهت ساعتگرد و بنابراین من یه شکلی میخوام که این شکلی باشه. اون قسمت مستطیل شکلش هم باید اینجا باشه. درسته؟ بنابراین گزینه‌های 1 و 3 پر. گزینه‌های 1 و 3 پر. حالا قسمت رنگی. قسمت رنگی رو نگاه کنید، قطری داره حرکت میکنه. اول بالا چپه، بعد پایین راسته، بعد بالا چپه، بعد پایین راست. بنابراین این پایین راست باید رنگی باشه. کدوم گزینه؟ گزینه شماره 2 گزینه درست منه. یعنی روندهای ترکیبیه. یه روندش اینه که شکل داره در جهت ساعتگرد میچرخه 90 درجه. روند دومش اینه که رنگ داره به صورت قطری حرکت میکنه. خب سوال 28 هم سوال بسیار خوبیه. ببینید اول شما دایره ها رو در نظر نگیرید. اگر دایره ها رو در نظر نگیرید خود این خطوط ببینید دارن 90 درجه میچرخن. در چه جهتی؟ در جهت پاد. 90 درجه پاد داره میچرخه. از این به این دوباره 90 درجه داره پاد میچرخه. نگاه کنید قسمت اینو در نظر بگیرید قشنگ ساده میشه. بعد رو به سمت غرب، بعد جنوب، بعد شرق، بعدی شمال، بعدی باید چی باشه؟ بعدی دوباره باید غرب باشه. یعنی ما یک همچین چیزی
باید داشته باشیم. درسته یا نه؟ خب اگر ما یه همچین چیزی باید داشته باشیم یعنی چند تا گزینه برای ما حذف میشه. یکی گزینه 3 که این پایینش بسته است، به دردمون نمیخوره. یکی گزینه 5 که این پایینش دوباره بسته است، به دردمون نمیخوره. و از بین گزینه 1 2 و 4 ما باید دنبال گزینه درستمون بگردیم. خب بیایید این مشکی ها رو در نظر بگیریم. مشکی ها الان نگاه کنید این 3 تایی که اینجا تشکیل دادن و 90 درجه در این قسمت 3 تا دایره مشکی، 90 درجه در جهت پاد. ببینید قسمت بازش رو به پایینه، بعد رو به سمت راست، ولی تو حرکت بعدی ثابته. یا کنید 90 درجه پاد ثابت، دوباره تو حرکت بعدی دوباره نیا کنید تو حرکت بعدی دوباره 90 درجه پاد. اینجا هم حدس میزنیم ثابت باشه. بله ثابته. دوباره باید 90 درجه پاد ساعتگرد بچرخه، یعنی باید قسمت بازش رو به سمت غرب باشه. درسته؟ پس اگه باید قسمت بازش رو به سمت غرب باشه، از بین گزینه 1 2 و 4 گزینه شماره 4 به عنوان گزینه درست ما پذیرفته میشن. دایره های سفید هم یه داستان دیگه دارن. از شکل 1 به 2 اگر دقت بکنید ثابتن. از شکل 2 به 3 اگه دقت بکنید دیگه تغییر میکنه. اینجا جنوب شرقی رو نداشت، اینجا شمال شرقی رو نداره. در چه جهتی چرخیده؟ در جهت پاد ساعتگرد. پاد ساعتگرد 90 درجه. حالا دوباره ثابت از 3 به 4 اینا. بعد تو حرکت بعدی شمال غربی رو نداره، دقت بکنید. و بعد تو حرکت بعدی باید ثابت باشه، یعنی من اون 3 تا دایره سفیدان باید به این ترتیب باشن که گزینه شماره 4 تایید میشن. یعنی من اینجا روندهای ترکیبی دارم. خود خطوط یه روند دارن که یکی در میون 90 درجه در جهت پاد میچرخن. دایره ها یه روند دارن که دوباره یکی در میون در جهت پاد میچرخن. اون تو یکی در میون به هم منطبق نمیشه، واسه همین این مدلی اتفاق میفته. و دایره های سفید یه روند دارن. قبوله؟ دایره های سفید ما یک رونده. البته شکلمون یکی در میون نیست، شکلمون همیشه داره 90 تا پاد میچرخه. اون خطوط منظورم، خطوط همیشه 90 تا پاد میچرخن. دایره های سفید و مشکی هن که یکی در میون در واقع 90 تا در جهت پاد میچرخه. سوال بعدی 6 98. بسیار سوال خوبیه. روندهای ترکیبی. ببینید اولا خود این شکل‌ها رو اولا نقطه‌ها رو در نظر بگیرید. نقطه اینجا 0 مشکی، 1 مشکی، 2 مشکی، 3 مشکی، بعدی باید 4 تا مشکی داشته باشه. تندیس طلایی توهین به شعور مخاطب به گزینه 2 اهدا می‌شود با احترام. اصلا دایره سفید داشتیم مگه ما اونجا که سفید گذاشتیم. و گزینه 1 هم که 3 تا داره و به دردمون نمیخوره و 4 تا دایره مشکی داشته باشه. حالا این تیکه‌ای که به هم چسبیدن، این دوتا با هم چسبیدن دیگه. اول شمال غربی، بعد شمال شرقی، بعد جنوب شرقی داره میچرخه. در چه جهتی داره میچرخه؟ در جهت ساعتگرد 90 تا. بعد دوباره جنوب غربی، حرکت بعدی باید در شمال غربی با هم دیگه چسبیده باشن. گزینه شما 4 تایید میشود. نکته بعدی، این جزوه قبلا تو جزوه بوده، برش داشتم الان. نکته بعدی که در واقع هست اینه که دقت کنید اینا هیچ کدوم مثل بعدیاشون که نیستن، هستن. خب این چجوری میخواد مثل گزینه 3 باشه؟ چطور ممکنه؟ خیلی بعیده دیگه. پس گزینه 3 اینجوری هم رد میشه، بنابراین گزینه شماره 3 نمیتونه درست باشه. و اما سوال پایانی ما قبلا تو جزوه بوده. قدیما که میخواستیم در واقع نقاشی بکشیم، خونه رو این شکلی میکشیدیم. این سقف خونه بود، بعد این درش بود، این زنگش بود، اینم پنجره بود. حالا ممکنه بپرسید پنجره چرا چسبیده به سقف، که من نمیدونم. یعنی مثلا باید یه چارپایه میزی چیزی مثلا اینجا بذاری، بری بالای پنجره که بتونی اینجا از پنجره بیرون رو تماشا بکنی. خب این خونه ما بود. حالا برای این گفتم که سقف خونه رو ببینید رو به شماله، این یکی رو به غرب، بعد جنوبه، داره 90 درجه در جهت پاد ساعتگرد میچرخه دیگه. بعدی باید کجا باشه؟ باید شرق باشه. گزینه 1 پر، گزینه 4 پر. 6 99 این سازمان ملی.
699. خب حالا بریم سراغ اون ضرب دره. این که برای ما 2 3 مشخص نمیکنه. ضرب دره اولش کامله، بعد یکی از خطوط نزدیک به سقف برداشته شده، نزدیک به سقف خونه، بعد اون یکی خط نزدیک به سقف خونه برداشته شده، اون یکی سقف نزدیک به سقف خونه اون یکی خط نزدیک به سقف خونه برداشته شده. خب مونده 2 تا خطی که نزدیک به کف خونن. سقف مشخصه دیگه، اون مثلث است. خب حالا تو حرکت بعدی باید یکی از اینا برداشته شه. تو گزینه 2 چرا خط نزدیک به سقف رو یهو گذاشت؟ مگه ما جفتش رو بر نداشته بودیم؟ 2 هم پرت. کدوم گزینه درسته؟ گزینه شماره 3 درسته. من بازم یادآوری می‌کنم چون نکته مهمیه. فیلمو که دیدید برید دوباره سوالات 1 تا 30 رو بزنید، دوباره بیاید فیلمو ببینید. اینجوری ببینید راهکار استفاده از این ویدیوها اینه. تستا رو بزنید، بیاید ویدیو رو ببینید، دوباره تستا رو بزنید، دوباره ویدیو رو ببینید. اینجوری میشه از این ویدیوها استفاده کرد و اون چیزی که من مد نظرمه اتفاق بیفته. امیدوارم تا ویدیوی بعدی شادی و سلامتی در زندگیتون جاری باشه و خدا نگهدار همتون.